اینها تصاویر مربوط به گزارش تلویزیون ناسا از بشقاب پرنده این سازمان است که به طور زنده از طریق وبسایت مرکز پیشرانه جت یا JPL واقع در شهر پاسادینای ایالت کالیفرنیا پخش شد. اسم این سفینه LDST است که مخفف سفینه کمچگالی مافوق صوت است. بشقاب پرنده ناسا 28 ژوئن سال پیش در مرکز فضایی ناسا واقع در جزایر هاوایی مورد آزمایش قرار گرفت. یک بالون هلیوم با ظرفیت 35 میلیون فوت مکعب این سفینه را تا ارتفاع 120,000 پای زمین بالا برد. سپس سفینه از بالون جدا شد. تصاویر بعدی از چشم دوربین نصب شده روی بدنه گرفته شده. بشقاب پرنده شروع به چرخش به دور خود می کند و سپس موتور آن روشن می شود و شتابی 4 برابر سرعت صوت به این سفینه می دهد. در مدت کوتاهی بشقاب پرنده تا ارتفاع 180,000 پای زمین صعود می کند. پس از رسیدن به سرعت و ارتفاع مناسب، دانشمندان ناسا چرخش بشقاب پرنده به دور خود را متوقف کردند. تصاویر نشان می دهد که دانشمندان در این ارتفاع شروع به آزمایش فناوری‌های مربوط به فرود این سفینه کردند. ابتدا سیستم ترمز نصب شده روی سفینه با موفقیت آزمایش می شود. اینها تصاویر مربوط به همان آزمایش است که از یک دوربین بسیار پیشرفته با وضوح بالا گرفته شده. این سیستم ترمز شتاب سفینه را تقریبا نصف می کند. سپس سیستم ترمز اولیه چتر نجات باز می شود. پس از چند ثانیه چتر نجات اولیه باز می شود. دوربین های پیشرفته ناسا لحظه به لحظه باز شدن چتر را ثبت می کنند. ناسا می گوید سیستم چتر زودتر از زمان انتظار از 3 قسمت مختلف پاره شد و این سازمان هنوز مشغول تحلیل داده های مربوط به این آزمایش است. ناسا می گوید این سفینه برای ترابری وسایل بسیار سنگین به سوی کره مریخ طراحی شده. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.